گل یوتیوب تو این باد شدید اگه صدام قشنگ بیاد من گفتم دیر 25 عکس ترکیبم گذاشته بودم. متاسفانه اون عکس رو زیاد ندیدن. نگاه کنید این ترکیبمه. کسایی که ادعاشون میشه کسایی که پرو پلیرن، دارم تکرار میکنم، کسایی که پرو پلیرن و ترکیب خوبی نداشته باشن ولی پرو پلیرن باشن اوکیه، بیاین دوئل میزنیم، شرطی غیر شرطی. بیلیاردم هم که گیم پلیشو گذاشتم. قطعا بچه‌ها، قطعا هر کی کامنت بذاره یا لایک کنه یا ساب کنه قطعا با همون اولین نفر میرم دوئل میزنم، از دوئلمون استریم میذارم و همین دیگه داداشو. ولی واقعا حمایت هم کنیم، واقعا بذاریم من دلم خوش باشه به این یکی داره من حمایت میکنه زیر این فشار مالی خانوادگی، فشار درسی داره فرجم میکنه. واقعا این همه فشار شاید بگید صدام به بچه ها میخوره و من صدام خودم یه جوری بعد 14-15 سالمه کلن، ولی واقعا فشار خیلی رومه. باور کنین شما الان فکر میکنین بنظرم چرت و پرت میگم واسه اینکه فقط شما رو حمایت کنین، ولی واقعا من حتی با این گوشی نمیدونم کالاف یا پابجی نمیدونم در این حد حاجی. ولی نگران نباشین، با همین گوشی یه محتوایی براتون ضبط میکنم که همیشه لباتون خندون باشه. درسته یکم هوا سرد اومدم بیرون ویدیو بگیرم، باد زیاده، یکم صدام خشخش شد کنه، ولی خب نها کنین شما منو حمایت کنین. من قول میدم یخم آب شد براتون کمدی خودم بذارم، قیافمو بذارم، یه صاحب حداقل کنین. من حداقل قیافمو بذارم به قول ویدیو. یه صاحب میخوام. بابا یه لایک هم نکردیم من چیکار کنم من الان با یه لایک مگه کاری میشه کرد؟ بذارید اذیتمون نکنین دیگه. واقعا شما اگه کانال بزنین 5-6 تا ویدیو بذارین، حالا من اول کارم دیروز بعد از ظهر تازه کانالمو درست کردم و اینا، اسم خاصی هم نداشتم، لقبم نذاشتم. من فقط از یه هاچ پاندا کپی رفتم با یه دونه یوتیوبر ماینکرافت که خودم گیم پلی ماینکرافت چند وقت دیگه میذارم، اومدم دانلود کنم مثل اینکه به یه مشکلی برخوردیم، ولی درستش میکنم براتون گیم پلی ماینکرافت میذارم. امیدوارم که سرزنده و سلامت باشین و هر جا هستین بهتون خوش بگذره.